الان بچه‌ها اینجا قسمت 4 بحث برانگیزه. امروز خواستیم یه مقدار حول محور امباپه و فصل بعدش تو رئال بررسی کنیم، چون که خب امباپه خیلی یورو خوبی رو نداشت و الان به تیمی داره ملحق میشه که قهرمان CL و لیگ شده فصل قبل و جوری که ما بررسی میکنیم به نظر امباپه باید زیر فشار باشه و انتظارات زیادی ازش میره. علی، اول از تو شروع میکنم به عنوان فن رئال. بهمون بگو که تو انتظارات از امباپه برای فصل بعد چیه و اینکه آیا به نظر خودت اگر که رئال، خب شما یه لیگ و CL بود، اگر بین لیگ و CL یه دونه نگیرین، این فصلی بدتر از فصل پیش از قبال جامی داشته باشید، آیا اینو از چش امباپه میبینی یا نه؟ سلام میکنم به بیننده ها. اول امیدوارم از این ویدیو لذت ببرن. راجع به سوالت هم که بخوام جواب بدم، حقیقتا برای 2-3 ماه اول فصل انتظار خاصی ازش ندارم جز اینکه با تیم هماهنگ شه و کلا تیم به بودنش عادت کنه. ولی خب دیگه وقتی که وارد نیم فصل دوم بشیم کم کم، اون موقع دیگه حالا انتظار دارم که امباپه مرد اول تیم باشه. و راجع به این که اگه ما جام را دست بریم از چشم امباپه میبینم، نه، چون که اولا باید ببینیم که چه عمل کردی داره تو طول فصل. شاید اصلا امباپه بهترین بازیکن تیم بود و تیم ناامید کننده بود، برای همین از چشم امباپه نمیبینم و لزوما لازم نیست که ما هر فصل دوگانه کنیم. یعنی انتظار از تیم هست، ولی خب قطعی نیست که هر تیم هر سال باید حتما قهرمانی CL بیاره یا حتما قهرمانی لالیگا بشه. برای من همین فصل حتی تکرار قهرمانی لالیگا کافیه، به خاطر اینکه رئال 32 سال نتونسته این کار رو انجام بده و اگه امباپه بیاد به این کمک کنه، منظورم کمک مفیدی به تیم کرد. عمو شهاب تو برو، بعدشون رئالیه بره، بعد من میرم. بله، اول این چیزایی که مثلا به نظرم درست نیست از طرف علی، مثلا یه چند ماه اول فقط جا بیفته، مثلا این بازیکن خیلی ساده نیست، یه بازیکنی که مثلا به عنوان سوپر استار داره میاد، بعد از سالها دردسر داره میاد. یعنی کسی که مثلا می چند ماه اول جا بیفته تو تیم، ممکنه همین چند وقت تو تا این فصل دوم اول، یعنی من مهلتی که بهش میدم تا فیفا دی اوله، تا فیفا دی اول ممکنه مثلا رئال امتیازاتی رو از دست بده، اینو موافق نیستم حقیقتا. ولی اینکه مثلا اگه رئال جام از دست بده، علی جان اونجا کاری نکنید. در نوبت صحبت ایشون لطفاً صحبت نکنید، شما دوباره قراره صحبت کن. اینو با حرف علی موافق نیستم. ولی اینکه اگه رئال جام از دست بده صرفا تقصیر امباپه است، نه، اینم یعنی موافقم با حرفش. یعنی اگه رئال جام از دست بده نمیشه گفت، تا ببینیم چطوری از دست میده مثال. ولی که اگه مثلا رئال جام از دست بده حتما تقصیر امباپه باشه نیست. ولی دید جهانی که الان به امباپه هست، این نمیگم درسته یا غلط ها، نظری که هست، میگن چون رئال CL و لالیگا رو برده، وقتی امباپه میاد یعنی امباپه باید این کارا رو بکنه. یعنی امباپه هم خودش برای بردن CL اومده به رئال، کاری که تو پاریس نتونست بکنه. الان داره نزدیک 25 6 سالش میشه کم کم. یعنی مردم انتظار دارن که این کارو حتما انجام بده با رئال هم، و از این نظر فشار روش هست. نمیگم دید درستی یا نه، ولی از دیدگاه جهانی این فشار رو امباپه الان هست که این کارو باید انجام بده. از طرف به نظرم رئال، بارسا و اتلتیکو نسبت به سال پیش به نظر من جوندارترن جفتشون. یعنی بارسا به نظرم تیم محکم‌تریه، یعنی تیم بهتریه در کل چیزی که من دیدم. نمیشه حالا با دوستای نظر داده، ولی به نظرم که تیم محکم‌تری، یعنی اونجوری دیگه لالیگا رو نخواهد باخت مثل سال پیش. و اتلتیکو هم خریدای خوبی کرده، اینم بعد ببینیم. یعنی غیر اینکه مثلا رئال با امباپه تقویت شده، اتلتیکو بازیکنی تقویت شده. بارسا هم به نظر من از سال پیش تیم تره، نظر پیش‌فرض زمینه. حالا ببینیم چی میشه. ولی از یه جهاتی چه درست چه غلط فشار هست روی امباپه قطعاً. امیر حسین جان بفرمایید. اول اینکه سلام به تمام کسانی که ویدیو رو می‌بینن. من حالا سه تا نظر راجع به امباپه دارم. یه دونه اول اینکه بعد ببینیم آنجلوتی کجای ترکیب میذارتش، یعنی چه ترکیبی اول میذاره، یعنی 4-4-2 میذاره، بیلینگهام پشتشون میذاره، یا میخواد یه 4-3-3 بازی بده که امباپه رو مطلقاً نوک بازی بده. چون تو اون 4-4-2 دو تای جلوی عرض زمین رو بعد پوشش بدن، یعنی امکان داره امباپه چپ باشه یهو وینیسیوس راست باشه. ولی با اون 4-3-3 که اگر قرار باشه امباپه نوک باشه، اینطوری دیگه امباپه کامل از پست وینگر چپ به مهاجم تبدیل میشه. دو تا بحث وجود داره. یه دونه این که امباپه اومده رئال مادرید که CL ببره، دوم این که رئال امباپه رو آورده که سگانه بزنه. یعنی دیدگاه من اینطوریه، چون دیگه تیم به یک درجه از تکمیل بودن رسیده از نظر بازیکنی، جوان بودن، مربی، سازش، همه چی. و وقتی توی همچین سوپر استاری میاری، انتظار داری که آقا این سوپر استار
بیاد اون نتیجه فصل قبل رو جبران بکنه و یک چیزی هم به تیم اضافه بکنه دیگه. آره رئال در 10-15 سال اخیر حالا هر فصل لالیگا یا CL میزده، ولی این کوپا دل ری همیشه به نظر من اون نقطه خالی توی ظرف رئال بوده که همیشه حس میشده و به نظرم با اومدن امباپه رئال این انتظار رو داره که آقا ما که داریم لیگ و CL میزنیم تو چندین سالهای اخیر، با آوردن امباپه ما می‌خوایم یه سگانه بزنیم، یه سگانه‌ای که رویای همه رئالی هست و به نظرم به اون درجه از اعلی بودن هم رئال مادرید هم امباپه میرسه اگر همچین چیزی رخ بده و منم با نظر شهاب خیلی موافقم. بارسلونا از به نظر من مربی خیلی پیشرفت بزرگی کرده و به نظرم خرید خوبی انجام میده تا 1 ماه آینده که نقل و انتقالات بسته میشه و سیمونه هم خیلی خیلی خرید خوب کرده. یعنی گلگر قطعا میخواد جای ساول رو پر بکنه، سورلوت هم یه مهاجم خیلی خوبیه و به نظر من یعنی حتی بخوام پیش بینی 1-2 رو بکنم به نظر من اتلتیکو با آدز خیلی بالاتری فصل بعد میتونه بارسا تموم کنه. مرسی، ممنون. که 20 دقیقه گفت بارسا بهتره ولی اتلتیکو بالاتر از بارسا تمام کنه رو دوست داشتم، ولی نه اوکی نه این تو ویدیو نه تو ذهنت نه واسه با امیر حسینم چیزی که گفتی یعنی تو ذهنت پیش‌فرض رئال قهرمان لالیگا دیگه. ولی چیزی که از خب پس اوکی. ببین یه چیزی بگم، اولا اینکه خب بیسیکلی رونالدو هم موقعی که اومد رئال خیلی خوب فصل اول خوبی نداشت، یعنی هیچ جامی رو نبرد و خیلی هم باحال بازی نمی‌کرد با پیگرینی. حتی فصل بعد با مورینیو هم فکر کنم فقط یه دونه جام بردن. برای همین دارم میگم که یه چیز عادیه اگر رئال مادرید با ابرستاره مثل امباپه فصل خوبی نسبت به فصل قبل نداشته باشه، ولی من خودم اگه رئال اولا که نمیگم تو زمانی که امباپه تو رئال اگر رئال سگانه نگیره، خب که من اعتقاد دارم برای رئال امباپه باید به حدی بزرگ باشه که سگانه برمغان بیاره. حالا اصلا برام مهم نیست کی، موقعی که این رئاله به نظرم رئال باید سگانه بکنه، چون شما ابرستاره رو به تیمتون چرا اضافه میکنی که کاریو کرده که قبلا نکرد. رئال مادرید بدون امباپه همینجوری یو از خدا و پیغمبر CL رو میبرد، خیلی چیز خاصی قرار نیست امباپه به این قضیه اضافه کنه. پس من اینو از امباپه میخوام، ولی برای فصل اول به نظر من زیر فشار میره اگر امباپه گل زیاد نزنه. اینکه شما میگی که قربونت برم 2-3 ماه اول همینجوری پاشه فقط یه مقدار به قولی با تیم اخت بشه، به نظر من این شکلی نیست. به نظر من اگه امباپه مثلا 3 تا بازی 4 تا بازی 5 تا بازی بگذره، مثلا 1-2 تا گل بزنه، به نظر من به قدر زیر فشار میره، چون دیگه الان تو پاریس سن ژرمن نیست. تو پاریس سن ژرمن دید اکثریت مردم روی امباپه نبود تا با با اینکه امباپه تو پاریس سن ژرمن خیلی خوب گل میزد، ولی اگه یه هفته امباپه گل نزنه تو اخبارهای دنیا نمیاد که وای امباپه گل نزد و فلان و اینا. همین آقای جود بلینگهام به عنوان هافک وسط چند هفته برای رئال مادرید گل زیاد میزد، بعد اینکه چند وقت گل نزد فشار روی جود بلینگهام زیاد شد، با اینکه پستش عوض نشد، اون هنوز هافک وسط ته هافک تاجری بازی میکرد، ولی مردم گزارششون میگه که آقا جود بلینگهام باید برای ما گل بزنه. برای همین به نظرم امباپه زیر فشار میره و من انتظارم از امباپه برای این فصل این نیستش که فصل قبل رو تکرار کنه، فقط رئال مادرید باید بهتر از فصل قبل بازی کنه و بعد یه دونه جام خفن رو ببره. نمیخوام دوتا رو با هم ببره چون به نظرم فشار مضاعفیه، ولی نمیدونم نظریه مردم در مورد امباپه چی باشه، چون همیشه نظر اکثریت مردمی که دارن فوتبال رو به صورت کژوال دنبال میکنن با نظر مردم عادی خیلی فرق میکنه. نظر خودم اینه که میگم امباپه باید بر رئال مفید باشه تا آخر کریرش سگانه رو ببره، این فصل هم باید رئال یه جام معتبر ببره. همین. برمیگردیم به شهاب که انگار میخوای چیزی بگی، بگو جونم. اون حرفی که گفتیم مثلا خیلی حرف اشتباهی که امباپه باید حتما سگانه کنه. به هر حال تیم‌های دیگه هم هستن دارن زحمت میکشن، یعنی به این سادگی نیست که مثلا نگفتم این فصل نه میدونم گفت تا آخر چیزش، یعنی رئال سال‌هاست تو کریرش بازی کنه. اینجا اگر میشه اضافه کنم بحثی که وجود داره اینه که دو تا دیدگاه وجود داره، یه دونه همیشه نظر هواداراست، یه دونه همون چیزی که فشار رسانه‌ها داره. ما بعد از اینکه ادن هازارد رو هم خریدیم، خب ما سال پیشش لیگ میزدیم، CL میزدیم، 3 تا CL پشت هم زده بودیم و چیزای دیگه، و بعد از رفتن رونالدو اون انتظاره رو خیلی بیشتر داشتیم، چون ناکن تیم ما تکمیل یه سوپر استار اضافه شده، نه اینکه بهترین بازیکنمون بره یه بازیکن به جای اون بخواد بیاد. و ما حتی
از هازارد انتظاری که داشتیم بعد از معصومیت هم انتظار بوده. اینطوری نبود که ما بگیم آره الان دیگه از هازارد ناامید شدیم، بعد از معصومیتش میگیم مثلا قرار نیست همچین اتفاقی بیفته. نظر من مثلا امباپه اگر تو 4 تا بازی اول یه دونه یا 2 تا گل هم بزنه از نظر هوادارا فرقی ایجاد نمیکنه، چون تیمی که سوپر استار داشته باشه قطعا گلا بینش شخصی میشه و تو نمیتونی انتظاری داشته باشی که امباپه تو 4 تا بازی اول 3 تا یا 4 تا مثلا گل بزنه، نزدیک به تعداد بازیش میگم. چون سمت چپ وینیسیوس، سمت راست رودریگو، یه جود بیلینگامی هستش که همیشه تو باکس وجود داره و حالا هافبک‌ها و بازیکن‌های دیگه. ولی میگم خیلی بستگی به این داره که هم امباپه کجا بازی بکنه، همین که تو چه عملکردی داشته باشه. ولی میگم اون دیدی که هوادار و دیدی که رسانه داره کامل با هم دیگه فرق داره، چون رسانه‌ها خیلی هاشون اصلا از نظر خود هوادار نیستن. ببین عزیزم، من اینو میگم که بعدش علی و شهاب بعد از حرف من اینو گوش برید بگم من چی تو ذهنمه. ما امباپه رو هممون به عنوان یه جنریشن، یعنی ما میگیم که مسی، خیلیا اصلا میگن مسی رونالدو رفتن امباپه هالند اومده. ما اینو خیلی میشنویم، قبول دارید اینو که از من میگن امباپه هالند جایگزین مسی رونالدو هست؟ بله. کانسپت من چیه؟ من میگم مسی چه فرقی تو بارسا ایجاد کرد؟ خیلی فرق. چون مسی قبل بارسا و مسی بعد بارسا از نظر جامی قابل مقایسه نیست. مسی با بارسا 2 بار شیشگانه کرد، کلی لیگ برد، رکورد گل توی فصل زد، بارسا رو زیرو رو کرد. همین حرفم اشتباهه، در ادامه میگم تو صحبت کن. قربونت برم، من نمیگم مسی تکی این کار کرد، ولی مسی بیشترین تاثیر رو داشته. آقا دیگه نمیتونید بگیم اوکی باش. رونالدو هم ببین، چون رئال تو اون فاصله قبل رونالدو که تپ و تپ CL نمیبرد دیگه، اینو که شما هم میدونید دیگه. رئال مادرید میومد کشتم حذف میشد، پرت میشد بیرون. یعنی این آقای CLی که ما الان میگیم چقدر رئال CL داره نمیرسیم و بهش و فلان و اینا، رئال تو اون موقع CL نمیبرد. بعد از اینکه رونالدو اومد تغییر تو رئال ایجاد شد. من اعتقاد دارم یه بازیکن اگه قراره یه گوت باشه، یه کسی باشه که ما برای بچه‌هامون تعریف کنیم که چقدر امباپه خفنه، چقدر امباپه خفنه، چقدر امباپه خفنه، باید تغییری تو رئال ایجاد کنه که تاریخی باشه. تنها کاری که رئال تاریخ زندگیش نکرده چیه؟ سگانه است. خب به نظرم باید ببره. به نظرم امباپه باید تو کریرش تو رئال یه کاری کنه که ما یادمون بمونه، بگیم وای امباپه چیکار کرد، وای رئال سر پشت سر هم برده. مثلا این کارو امباپه بکنه، رئال قبل از امباپه این کارو انجام داده. بیاد لیگو CL با هم ببره، رئال 40 بار این کارو کرده. بیاد کوپا و رئال این کارو کرده. من اعتقاد دارم ما یه کاری بکنه که تو ذهن ما باقی بمونه. برای همینم میگم امیر حسین جان، اینم خدمت شما بگم، گلی که ممکنه یه بازیکن گل نزنه ولی تاثیر خوبی داشته باشه، حتی اگر مهاجم باشه. خب چون هواداران لیورپول عزیز سر اتکر دیفندر فیرمینو دهن ما رو سرویس میکردن دیگه. پس یه مهاجم برای خوب بازی کردن نیاز فقط به گل زدن نداره. من دارم میگم امباپه باید خوب بازی کنه و اگه گل نزنه من روش فشاری نمیذارم، ولی هوادار روش فشار میذاره، همون فشاری که ممکنه هوادار رو بلینکام بذاره وقتی برای چند وقت گل نزد. حالا شهاب جان بفرمایید، برای علی میتونی برید. اول اینکه چیزی که گفتم راجع به مسی، یعنی از امباپه رسیدی به مسی مثالشو زدی، خب بارسا مجموعه کامل داشت که به سگانه رسید. یعنی همون موقعی هم که مثلا مجموعهش، یعنی بازیکن خیلی خفنی داشت، همون سالا مثلا چلسی مثلا حذف شد نتونست صعود کنه. یعنی بارسا با بارسا بودنش که قطعا خیلی اسکواد بهتر از رئال الان داره، بارسای اون موقع نتونست خیلی کارا رو بکنه. یعنی این سری تو فوتبال طبیعی، یعنی تیم‌های دیگه هم هستن به 90 دقیقه جریان بازی ربط داره، به چیزهای دیگه بستگی داره. اینکه مثلا امباپه اومده حتما رئال بعد سگانه کن که نه، این اگه همچین فشاری روشه که فشار چرت و پرتیه. چون مثلا قبلا رئال 3 تا CL برد، پس نه امباپه اگه این کارو بکنه هیچ و جمع کنه بره، اصلا به درد نمیخوره. نه بعد جام بیاره واسه رئال، نه صرفا حتما سگانه کنه. بعد رئال رو همون فرم باشه، یعنی مثلا لیگ بیاره، ممکن است یه سال کلا جام نره، سال بعد تلاش کنه دوباره دبل کنه، بعد همون رئال تو فرم بمونه. اینکه حتما بخواد سگانه کنه چون اون کارا رو قبلا کرده الان بکنه بی ارزشه، نه، این که حرف خیلی غلطیه. رئال با اون اسکواد خفنش با رونالدو اینا نتونست این کارو بکنه. یعنی تو تاریخش زیدان و کارلوس بود اون اسکواد خفنش، کهکشانه بودن، نتونست. بعد اومد جلوتر اسکوادش کاملتر شد، 3 تا CL پشت سر هم برد، بازم نتونست سگانه کنه. این که بس چون امباپه اومده تازه با اسکواد ضعیف‌تر بخواد این کارو بکنه که خیلی انتظار بی منطقیه. بعد صرفا بازیکن بیاد نمیتونی بگی پس این تیم بس سگانه کوچ اومده. بعد بقیه‌اش هم در نظر بگیر. الان زوج رودیگر خیلی امن نیست تو رئال، یعنی آلابا که مصدوم، میلتام هنوز به اون قبلش برنگشته. من خودم حالا مندی اونقدر در حد دفاعی مثلا برای سگانه قبول ندارم. دفاع چپ خوب، یا علی میشه گفت در حد سگانه است، گفت دفاع چپ خیلی خوبیه، بعضا در حد سگانه گرفتن نیست.
یا مثلا شوامنی اینا هم بازیکن خیلی خوبی انا، ولی برای سگانه گرفتن به مجموعه خیلی خفن تری نیاز داری به نظر من. پس این انتظار که امباپه اومده باید حتما سگانه بگیره، نه به نظرم خیلی غلطه. ولی اینکه باید آره حتما لیگ یا چمپیونز لیگ طی سالهای مختلف، یعنی رو فرم خودش نگه داره، این آره درسته. علی جان بفرمایید. خب اول من راجع به اون مهلت دادم به امباپه یه صحبتی بکنم که برای یعنی شرحش بدم که بفهمی منظورم چیه. وقتی میگیم فیفا دی اول یعنی حدوداً ما هفته چهارم پنجم لیگیم. علت این که میگن امباپه جا بیفته یعنی چی؟ یعنی این که من اصلا تو همون کریر دوره دوم آنجلوتی بخوام براتون بگم، وقتی که فصل اول آنجلوتی اومد ما خط حمله‌مون برای 3 هفته اول گرت بیل و بنزما و ادن هازارد بود. وینیسیوس به عنوان تعویضی می اومد گل میزد و اون موقع بود که دوباره هازارد مصدوم شد و وینیسیوس جایگاهش رو پیدا کرد. فصل بعدم که کریم بنزما رفت ما رودریگو رو بازی میدادیم با وینیسیوس نوک، بلینگهام اومد توی پست شماره 10 بازی کرد. یعنی ما طول کشید که به این ترکیب برسیم. بلینگهام اول اونجا بازی نمیکرد. حالا برای این فصل هم همین شکلی میشه. آنجلوتی قطعا تو هفته‌های اول دوم از خط حمله رودریگو، امباپه، وینیسیوس استفاده میکنه، ولی بعدش این که ببینه چیکار کنه چیکار نکنه، این دیگه تو هفته چهارم پنجم یا همون فیفا دی اول میرسه. این میشه همون هماهنگی که منظورم از امباپه است. و راجع به همون عملکرد امباپه که چه انتظاری از امباپه داریم، واقعا دلیل نمیبینم فشار سگانه بردن رئال رو امباپه بذاریم وقتی تیم بالای 125 سال این کارو نکرده. چرا باید یه بازیکن بیاد الان سگانه بزنیم؟ کار راحتی نیست. اگه بود قبلا انجامش میدادیم. و اینکه کلا همونطور که شهاب گفت با نظرش موافقم، از امباپه انتظار میره که فرم رئال تو چمپیونز لیگو حفظ کنه. یعنی اون عمل حداقل ما هر سال انتظار رسیدن به نیمه نهایی از رئال مادرید رو داریم. حالا قهرمان بشه یا نشه یه بحث دیگه است. و همونطور که شهاب گفت ما اللحاظ بقیه پست ها ما تو هافک حمله شاید کامل باشیم ولی تو دفاع به شدت ضعف داریم و عمق اسکواد نداریم. ما برای مندی ذخیره مطمئن نداریم، دفاع وسط اصلا نداریم. ما یه دونه رودیگر و میلیتائو داریم که میلیتائو که ربات داده این فصل برگشته، آلابا هنوز ربات داده مصدومه، دفاع راست کارواخال سنش بالاست. یعنی من واقعا این فصل نمیتونم ببینم وقتی که برای 7 جام داریم میجنگیم ما بتونیم واسه سگانه تلاش کنیم، چون حداقل ما 53 تا بازی داریم این فصل و به یه درصدی هم اگه به همه فینال برسیم 72 تا بازی میشه. خب این قطعا برای تیم خیلی سخت میشه با این عمق اسکواد و من نمیتونم همین چیزی رو ببینم چون هنوز اسکواد کامل نیست. اما حالا در طی فصل‌های آینده اگه تقویت شیم، شاید اگه تقویم سنگین نباشه بتونیم یه نیم نگاهی به این چیز داشته باشیم. اما این فصل قطعا این انتظار رو خود هوادار رئال که من باشم نداره. من دو تا نکته امیرحسین جان اگه صحبتی داره اگه داری من دو تا نکته بگم. آره منم می‌خواستم همین چیزی که علی گفت بگم. یعنی همون قدری که رئال الان تو بخش تهاجمی خیلی تیم خوبی شده، تو بخش تدافعی کورتوایی داریم که یه فصل مصدوم بود. خط دفاعیمون هم که علی توضیح داد واقعا خط دفاعی جالبی نیستش. همیشه میگن فکر کنم صحبت فرگوسن بود یا به فرگوسن بود، برانکو فرگوسن بود فکر کنم، که میگفت مهاجما گل میزنن ولی دفاعا جام میارن و نداشتن دفاع قراره آسیب زیادی به نظرم به تیم وارد کنه، حداقل تو برهه زیادی. حالا بستگی داره که ببینیم تا آخر نقل و انتقالات رئال دفاعی میگیره یا نه دیگه، اینم خیلی بستگی داره. اینو که ان امیدوارم که اینو برانکو گفته باشه، چون فرگوسن گفته بودش که دفاع قهرمانی میاره. گفته بود حمله خوب برات بازی‌ها رو میبره، دفاع خوب برات جام میبره. نه تو گفتی مهاجم، گفت حمله، اون منظورش بیس حمله بود. ولی اوکی اینو فرگوسن. اوکی ببین، اولا اینکه تیمی که 6 گانه میکنه نباید 11 تا بازیکن بهترین بازیکن دنیا باشن، چون شهاب جان بعید میدونم 11 بعید میدونم امریکا بدال بهترین دفاع چپ دنیا بود. بعید میدونم ویکتور والز بهترین گلر دنیا بود. فقط با یه اسکواد بود. ویکتور والز هم بهترین گلر دنیا نبود. والز گلر خوبی بود. گلر خوبی بود. خوب. من گفتم بهترین دنیا باشن، گفتم به یک مجموعه کامل نیاز. رفتم 11 تا، گفتم یک مجموعه کامل نیاز داری. اوکی. از نظر عمق از نظر عمق ترکیب که تو بذار من اینجوری بگم، ولش کن. بذار اینجوری، اگر قرار ما امباپه رو به عنوان کسی که در حد مسی رونالدو، اگه شما اینا رو میگید، خب امباپه در حد مسی رونالدو نیست دیگه. من خیلی ساده دارم میگم. خب آفرین. خب ما آفرین. خب من مشکلم اینه ذهن شماها با ذهن مردم فرق داره. من با ذهن مردم میگم امباپه باید سگانه کنه. چرا؟
چون ما اعتقاد داریم هر بازیکن تاریخی، هر بازیکنی که ما اعتقاد داریم اسطوره است توی پستش، زیدانه، چه میدونم، پویول، پیتر اشمایکل، لئو یاشینه، مسی، رونالدو، آرناینه، یه چیزی دارن که ما میگیم پشمام، قبول دارید؟ خب میگیم عجب کاری کرد. خب ما اعتقاد داریم اگر ستاره نسلمون امباپه باشه باید کار کنه. من با ذهن مردم دارم میگم. آیا خودم به نظرم امباپه در حد مسی رونالدو؟ نه. خب ولی انتظارم اینه که اگر در حد مسی رونالدو باید سگانه کنه برای رئال. من اعتقادم همینه. چون من دارم بهت میگم قول رو دارم. اگه با رئال شاب جان فکر کن 5 سال گذشته. الان امباپه 5 سال تو رئال. یه 2 تا CL بردن. خب مثلا 2 تا لیگ بردن. 3 تا کوپا، 3 تا سوپر، 3 تا این کوپا دل ری، هیچ چیزی نمیتونم بگم. این 5 فصل خوبه، اوکیه. خب یه 5 فصل خوبیه که سپری شده. اوکی چیه؟ 5 فصل خوبه. عالیه. تو 5 سال 2 تا CL بود. آقا اصلا این نمیدونم یه 5 نگاه سال عجیبی گذشته اصلا رئال همینه. 5 سال گذشته نه رئال یه انتظار باشه، عجیب غریب کار از رئال سخت. پیدا کرده سر CL. ببین یه انتظار عجیب غریبی نه اصلا پیدا کرده. نه ببین بعد یه چیزی بهت بگم شهاب جان، یه مقایسه کردی گفتی که تیم 2009 و 10 بارسا آره 2009 بارسا با این رئال قابل مقایسه نیست که کاملا درسته. خب قطعا اون بارسا بهتر از این رئاله، اما تیم های رقیب بارسا در اون موقع هم قطعا الان حضور ندارن. چون توی سال 2009 2010 چه تیمایی خفنن؟ اینتر خفنه چون الان حالا خفن مونده، ولی قطعا اون اینتر از این اینتر خفن تر هست. یونایتد خفن بوده که الان دیگه خفن نیست. اون موقع بارسا مقابلش میشه رئال. گوش بده، الان رئال مقابلش بارساییه که قطعا در حد تیم‌های گذشته خودش نیست. قطعا اتلتیکویی که در حد اتلتیکوی قدیم خودش، قطعا بایرنه که در حد قدیم خودش نیست. یعنی همه تیم‌ها افت کردن در کنار اینکه رئال افت کرده. خب برای همین دارم میگم رئال. بعد اینم بگم من نگفتم رئال این فصل، رئال ممکنه فصل بعد یه خرید خفن‌تر بکنه. خب من دارم میگم تو طول مدتی که امباپه تو رئاله که قطعا باید طولانی مدت هم باشه دیگه، باید امباپه 5 6 سال تو رئال بمونه. اگه 2 سال بعد از رئال پاشه بره که خیلی عجیب خواهد بود. میگم تو این 5 6 سال من این سگانه رو میخوام ببینم. اگه من سگانه رو ببینم به امباپه میگم جزو 5 تا بازیکن برتر تاریخ. من اگه یه سگانه رئال ببینم که امباپه توش تاثیر مثبت داشته باشه، با همون یه دونه امباپه رو ببرم تو 5 تا. چون من اعتقاد دارم هر بازیکن اسطوره‌ای یه لحظه اسطوره‌اش میکنه. برای من امباپه رو این اسطوره‌اش میکنه. همین چیزی که توی تاریخ یه تیم هیچ وقت اتفاق نیفتاده این رقمش بزنه. اگر این کارو نکنه نمیگم امباپه گند زده، قربونت برم. تو فکر کنی من اگه اصلا سگانه نکنم میگم امباپه گند زده؟ نه. اگه امباپه بر رئال سگانه نیاره من میگم یه بازیکن خیلی خوب بود، مثلا خیلی خوب. میگم مسی رونالدو نبود. همین. چه ولی میگی تو 5 سال مثلا 2 تا CL بگیره میگم اوکیه؟ این حرف اشتباهه به نظر من. نه آره اوکی، واژه‌مو اشتباه بکردم. میگم خیلی خوبه ولی امباپه مسی رونالدو نیست. همین. میگم همین الانش برای مسی رونالدو نیست. مثلا از سبک بازی صاحب جام و افتخاری تو بعد طرف بشینی بازیشو نگاه کنی. بازی طرفو میبینی اصلا مشخصه در سطح مسی رونالدو نیست و نخواهد شد دیگه. مشخصی هستن. آخه ببین قربونت برم، تو این حرفو داری میزنی، من از شماها نشنیدم ولی از خیلی‌ها شنیدم. ببین نظریه بیس من مردم نظر اینه خودم که دارم میگم. خب اوکی، منم نظر من با نظر تو مخالف نیست. تو اگه امباپه سگانه بزنه نمیگی خیلی کار خفنی کرد؟ قطعا میگی، قطعا میبریش که توی بستگی بازیکنای کنارش در اون سال داره، بستگی به عملکرد خودش هم داره. ولی اگه مثلا سگانه بزنه من نمیگم اوف در سطح مسی رونالدو. من اینجوریم، من کلا اینجوریم که اتفاق تاریخی برای من یه طرفو خیلی یهو بالا میاره. برای همین پس چرا لواندوفسکی رو قبول ندارید اون در اون حد؟ من لواندوفسکی تو قبولش نداری؟ من تا الان لواندوفسکی صحبت من در اون حد جفتمون همین در اون حد قبولش نداریم لواندوفسکی رو. یعنی تو به نظر تو 10 تا مهاجم برتر تاریخ هست؟ 10 تا مهاجم؟ آره خب شاید باشه. تو میگی اگه امباپه سگانه کنه میبرمش تو 5 تای تاریخ. برای رئال نه برای تیم دیگه، برای رئال. آخه لواندوفسکی به نظرم تو 10 تا مهاجم برتر تاریخ هست. تو میگی امباپه رو برم تو 5 تا بازیکن برتر تاریخ. لواندوفسکی هم ببر دیگه. نه فکر کنم به پیشینه امباپه میگه که جام جهانی برده. نه آخه اصلا نه. بحث اینه که خب لواندوفسکی منظور کدوم کار لواندوفسکیه؟ سگانه کرده دیگه. سگانه برای رئال با سگانه برای بایرن قبلا سگانه کرده بود. قربونت برم. من دارم روی بیسی میشم که اتفاق تاریخیه. بایرن سگانه کرد که تاریخی نبود، قبلش بود بایرن سگانه کرده بود. خب پس با اوکی ریبریو ببر پس. ریبری که خیلی خفن. خب ریبری خیلی خفن. تاریخه؟ تو 5 تای تاریخه.
وایسا ریبری آرگوئبله که بهترین بازیکن تیمش تو سگانه نبود. آقا همه که نگاه سینه چاک اینجوری مثل سوپرمن همه اینجوری میکنه بودن ریبری بعد توپ طلا بگیره. آره حالا آرگیو منگولگونه که تو چیز نباید باشه. چطور سوپرمن چه منطقی؟ من هیچ سینه‌مو مثل سوپرمن چه ندادم، ولی به نظرم ریبری بعد توپ طلا می‌برد. خب یعنی چی؟ خب بیا خودتو نقص کردی که گوش میدی به حرف من عزیزم. آقای ریبری خب بعد عزیزم قربونت برم، ریبری چجوری بگم، بس اینجوری بگم، اون بایر مونیخ کلی بازیکن داشت که از نظر سطحی نزدیک ریبری بودن. مثلا نویر خیلی خفن بود ولی هیچ وقت یه گل رو تو توپ طلا نمیاره. لام خیلی خفن بود ولی هیچ وقت یه دفاع وسط رو تو دفاعش تو توپ طلا نمیاره. الان شاید داره کارواخال هست، کورتو هست، بلینکام هست، وینیسیوس هست، اینا هیچ کدوم نمیبرن توپ طلا رو. نه اون که اون تهیاش نشیدم، اون تهیا میبرن. دیگه از نظر سطحی نزدیک بودن به ریبری، اینا از نظر سطحی به امباپه نزدیکن. نه بجز وینیسیوس بلینکام. اوه یه یعنی کارواخال مثلا تو پست خودش نزدیک بعد در پستی در نظر یا خب آفرین پستی. من دارم اینا رو بر اساس تاریخی دارم بررسی میکنم. اولی که در لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم علاوه تاریخی ریبری، نویر، لام یه سطح نیستن. علاوه تاریخی هر بازیکن. علاوه با هم پستای خودشون مقایسهشون کنیم. قطعاً یه سطحن دیگه. خب آقای کورتوا شاید تو هم پستاش نزدیک امباپه باشه، ولی خب ما داریم میگیم امباپه چیه؟ امباپه قراره بره تو 5 تا بازیکن برتر تاریخ. آقای کارواخال تو بهترین دفاع راستای تاریخ فعلا ندیدم کسی بررسیش کنه. شاید الان که دارم فکر کنم تو بهترین دفاع راستای فعلا همچین بحثی ببین چجوری بگم. اتفاقا از این فصل وارد شده تو این بحث. از این مگه نگفتی بقیه اسکوادای تیمای دیگه اومده ضعیف‌تر، یعنی اومده پایین‌تر؟ پس اینا به نسبت بگیری همون میشه دیگه، چون تو این دوره داره سگانه میکنه دیگه. چی شد؟ منظورتون نفهمیدم. میگم نمیگی الان وایسا، الان تو با چی حرفم مخالفی؟ با حرف چی حرفم مخالفی؟ نه من شما مقایسه کردی که ریبری هم همون کار رو کرده. من اعتقاد دارم که چجوری بگم، من اعتقاد دارم سگانه گرفتن برای رئال یه چیز خیلی خفنیه که برای من امباپه رو خیلی میاره بالا. شما داری میگی همین کارو در مورد ریبری بکن، من میگم این کار با اون کار یکی نیست. من یه صحبتی راجع به این مورد میخوام بکنم اصلا. بفرمایید. تو اگه میخوای امباپه رو به تنهایی وارد بحث گوت ها بکنی، اصلا تو باشگاهی نمیتونی مقایسه کنی، به خاطر اینکه امباپه همین الان با هم‌تیمیاش رقابت داره. هم‌تیمیاش 2 تا CL ازش جلوترن. امباپه هر کاری هم بکنه توی این 5 سال، اصلا بگی آقا 5 تا CL پشت سر هم ببره، امباپه 5 CL داره، وینیسیوس جونیور 7 تا CL داره. اتفاقا چرا نباید کردیت سگانه رو ندیم به وینیسیوس که این همه سال تو تیم الان بهترین بازیکن تیم؟ ببین قربونت برم، ما برای گوت که جام جمع نمیزنیم. میدونید چرا؟ چون ما موقعی تو ذهنمون نگوش بده. بذار بگم بعد همین رو جواب بده. اصلا کوتاه جمله. ما چه موقعی تو ذهنمون مسی رونالدو گوت شدن؟ موقعی که این همه جام، چون اصلا مسی جام جهانی نبرده بود، خب، یا مثلا رونالدو یورو نبرده بود، یا مثلا حتی رونالدو یه جاهایی جام کم برده بود. یعنی رونالدو حتی قبل از CL اولش هم بهش میگفتن گوت. قبل از CL اولش با رئال، منظورم نه یونایتد، CL اولش با رئال. خب بهش میگفتن گوت. میگفتن در مسیر گوت. آقا عزیز دل من نمیفهمم. رونالدو موقعی که اومده بود رئال، حتی توی 3 سال اولش میگفتن یه آدمیه که تو مسیر گوته. همین چیزی که دارن برای امباپه میگن. یعنی اون رونالدو که تو 3 سال اولش که یه توپ تو یونایتد برد، 3 سالشو باخته بود، حتی یه چیز برنده هم جلو مسی نداشت. چجوری تو مسیر گوت شدن بود؟ تو 2012 عزیزم اصلا مسی اصلا الان که مهم نیست. من اصلا مسی رو به سال میذارم. بس یه جای بد داره میره. کی گفته امباپه در مسیر گوت؟ اصلا تو رسانه هم یه حرفی کسی نزده. عزیزم عجب. میگم که آقا شما این عمر مومانی بود، کی بود، هزاران آدم کاریکاتور هم میسازن میزنن مسی رونالدو از درس وارد شدن، امباپه آلند وارد شدن. چون من همینو میبینم. اصلا این تغییر نسل است. نمیگن که امباپه داره میره گوت میشه که
قربونت برم. خب اوکی، اصلا ساده است. اگه به من نظر اولین بار میشتم یعنی امباپه در مسیر گل شدن، اولین بار من حقیقتا میشتم. خب اوکی، اگه به نظر من اشتباه میکنم، اگه امباپه در مسیر گل شدن نیست و من اشتباه میکنم که مردم اینجوری فکر میکنم، چون من روزانه مردم رو میبینم، اینستاگرام رو میبینم، خیلی‌ها رو میبینم، من همچین چیزی داشتم. اگه به نظرت نیست که من اوکی ام، امباپه اومده رئال، یه بازیکن خیلی خفنیه که اومده رئال، اوکی، یعنی سگانم نکنه. من نمیگم امباپه بازیکن آشغالیه، من اینجوری نیستم که بگم بازیکن آشغالیه. من اگه امباپه کار خفنی نکنه نمیگم مسی رونالدو که شما میگید نیست. همین ساده. اصلا بحث مسی رونالدو رو بذار کنار. تو میخوای بگی امباپه بهترین بازیکن نسل این نسل دیگه، تو میتونی اونم آرگوئبله. نه ما اصلا امباپه اینجوری معرفی شده به دنیای فوتبال دیگه که میگه آقا بهترین بازیکن نسل جدیده. تو میتونی انتظاراتی که از گوت این نسل نه کلی داشته باشی و بگی آقا امباپه باید این کارو بکنه. اصلا نباید با گذشته مقایسهش کنی، چون هیچکی مسی رونالدو نمیشه. هر چقدر هم تلاش کنه به این مهم نمیرسه. تو میتونی انتظاراتت به عنوان از امباپه به عنوان بهترین بازیکن نسل جدید الان بیان کنی، یعنی نظر همون مردمی که میگی، ولی هیچ جوری نمیتونه رونالدو مسی بشه. آخه برای بهترین بازیکن نسلش، که همین چجوری بگم، یعنی همین الان وضعیت اوکی داره، وضعیت خوبی داره، ولی اونقدی تازه همونجوری هم که همه فکر می‌کنن اونقدر جلو نیست، چون همین الانش وینیسیوس برای بازیکن نسلش خیلی خفنه، خود هالند هم برای بازیکن نسلش خیلی خفنه. ولی اینجوری بگم، اگه ساده بگم، من که با شما که چیزی ندارم، یعنی با شما دوتا هم مشکلی ندارم. شما دوتا هیچ وقت نگفتید امباپه خفنه، منم نمیگم خفنه، منظورم خفنه مسی رونالدویی. اگر به نظرتون امباپه مسی رونالدو نیست که اصلا بحثی ندارم، من باهاتون اوکی ام، باهاتون موافقم که امباپه تو رئال، اگه همون چیزی گفتم دو تا سیل دو تا لیگ خیلی خفنه، رئال هم خرید خیلی خوبی کرده، چون رئال که اصلا 0 میلیون برای امباپه بیسیکلی پول داده، یعنی هر کاری کنه امباپه خیلی خفنیه رو کاغذ. ولی من انتظارم از امباپه که میشنوم همینه، چون ببین شهاب جان، حالا من دوست ندارم اینو بگم، شما دوتا هم ما همین سر هالند هم داشتیم، خب که من میگفتم به نظرم هالند اونقدری که مردم میگن خفنه شما میگید هست. خب منم منظورم از هالند همین بود، چون هالند یه جوری مردم صاحب میکنن انگار فینیشر تاریخیه، یعنی مثلا هیچکی مثل این یارو فینیش نمیکنه، تو موقعیت‌ها بهترین جا موقعیت قرار میگیره، در حالی که به نظرم تو مهاجمای هم نسل خودش از نظر اسکیل در لحاظ مهارت هالند از خیلی مهاجما پایین‌تر از مهارت، ولی همه میگن هالند مهاجم خفنه. جانم میگم کاملا درست میگی، هالند اصلا مهاجم، ولی چون هالند هالند بازم گفتم راجع به همین نسله، آره چیزی که وجود داره اینه که امباپه هم سوپر استار این نسله، سوپر استار نیست که بگی الان میام من جزو تاپ 5 قرارش میدم. اگر مشکل من اگر مثلا تو 10 سال آینده کارهای دیگه انجام بده که یه ذره خودش رو متمایز بکنه و بعد ببینید چقدر تاثیرگذاره. آره تو فصل پیش رودریگو هم تو تیمی بود که هم سی ال برده بود هم لیگی برده بود، ولی لیگو جود بلینگهام واسه رئال آورد، یو سی ال هم وینیسیوس واسه رئال آورد. حالا درسته یه مجموعه هم در کنارش بودن، رودریگو جلو مثلا سیتی هم گل زدش، ولی بعد ببینی الان امکان داره سال بعد آره رئال یو سی ال بزنه ولی مثلا امباپه 2 تا گل توش بزنه، بعد تو 10 سال دیگه که مثلا تو گوت بودن امباپه میاد آره امباپه مثلا 3 تا 4 تا سی ال برده، ولی میتونه 3 تا 4 تا سی الی که برده مثلا نقش اعظمش امکان داره وینیسیوس و جود بیلینگهام باشه. ولی میگم سوپر استار خود امباپه سوپر استار نسل خودشه، مگر اینکه نمیدونم یه یوروی دیگه بزنه، یه جام جهانی بزنه که تو سطح ملی خودش رو کاملا جدا بکنه و در سطح باشگاهی یک قابل قبولی داشته باشه. چون تا الان به جز لیگ 1 بردن که لیگ 4م 5م بلکه چند فصل اخیر حتی پرتغال اومده بود لیگ 5م و لیگ فرانسه لیگ 6م دنیا شده بود، اهمیت خاصی نره. و اصلا دلیل اینکه امباپه سال‌هاست میخواد بیاد رئال مادرید اینه که یو سی ال ببره و خودشو از نظر باشگاهی بالا بکشه، چون از نظر ملی تاریخچه خیلی قوی داره. طرف تو 2 تا جام جهانی بیشترین گلا رو زده، 2 تا فینال جام جهانی رفته و کارهای دیگه کرده. ولی میگم هنوز به اون مسیری که در حال فکر کردنشی خیلی خیلی فاصله داره. من خب اینم بگم بحثو ببندیم. من اینم بگم که خود کریس رونالدو کسیه که بعد 30 سالگی کریر گوت بودنشو ساخت. یعنی اصلی منظورم، چون قبلش هم بازیکن خیلی خفنی بود ولی بعد 30 سالگی ساخت. رونالدو امباپه یادم 25 ساله است، تو نسلی که آدما دارن تو 40 سالگی تا 40 سالگی فوتبال بازی میکنن. حتی ما آدمایی میبینیم مثل همین آقایی که استفن کری، آقای لبران جیمز که تا 36 37 سالگی تو پرایمشون میمونن و حتی فوتبالیستایی مثل رونالدو که تو 36 37 سالگی تو پرایمشون میمونن. پس وقت زیاد داره.
من برای همینم دارم میگم برای کسی که 25 سالشه به نظرم اندوخته مناسبی داره، ولی به نظرم گوت نیست. ولی به نظرم وقت مثل جمله رو راحت کنیم، وقت گوت شدن داره، یعنی تایم زمان مناسبو داره. 12 سال وقت داره گوت شه. به نظرم نمیشه، ولی به نظرم تو ذهن مردم به نظرم تو ذهن مردم کسی که پتانسیل داره تو 5 تا یا 10 تا بازیکن برتر تاریخ باشه، به نظرم عمرن. به نظرم اینو تموم نمیکنه. به نظرم امباپه کریرش رو تو 10 تا بازیکن برتر تاریخ تموم نمیکنه، چون به نظرم ذهنیت اونا، چون رونالدو یه کسیه که ذهنیتش خودش رو به 10 تا رسوند. خب ذهنیت افسانه‌ای و بزرگ رونالدو که خودش رو به 2 تا بازیکن برتر تاریخ، مثلا این ذهنیت رو امباپه نداره و بهش نمیرسه. همین. اوکی بچه، حالا یه جمع‌بندی در حد 1 دقیقه بکنیم در مورد این بحث. به نظرم اگه دوست داشتید توش بگید که به نظرتون فصل بعد رئال از نظر جام چطور تمام میکنه. همین، اینو تو ذهنتون بگید و بریم که ویدیو رو ببندیم. اول از علی، چون ویدیو رو شروع کرد، تو به نظرم تمومش کن. یعنی از شهاب، امیرحسین، من، علی. برو. اول اون بحث تاریخی که گفتی که به نظرم مثلا منحله، یعنی مثلا همین الان میشه فهمید نسبت به سبک بازیکن، یعنی صحنه‌های بزرگی بوده که امباپه موفق نبوده توش. در همون پاریس، یعنی تو فینال سی که اصلا یه وضعی جلو دورتموند نیفس، یه وضعی همینا باعث که مشخصه اصلا، یعنی بازیکن دیگر نگاه کنی تو 10 تا تاریخ هم به نظر من تحت هر شرایطی نمیره، حتی اگه سگانه کنه. این نظر منه. و اینکه رئالیا خیلی امیدوار نباشن، یعنی این فصل از اون فصل نیست امباپه رو بخرید برید تو دفاع، نمیدونم وندایکو بخرید، این فصل از اون فصل نیست. ولی بخوام منطقی بگم، ولی به نظرم نه، رئال غیر ممکنه این فصل لیگ و سی ال رو با هم بگیره. این نظر منطقی مون. به نظرت یه دونه رو میگیره یا نه؟ اینجوری بگم نه، رئال اسکو امسال سی ال رو نمیگیره، لالیگا رو نمیدونم واقعا، ولی سی ال رو به نظرم نمیگیره. اینکه خودتوشو کنار هم بگیره به نظرم که غیر ممکنه کلا، ولی حسی ها نظر منطقی فیلینگیه. میدونم فیلینگی صحبت میکنم چی نمیخوام خیلی حرف بزنی. خب برو. آره، ولی به نظرم دوتاشو با هم قطعا نمیگیره. امیرحسین، من پیش بینی و فصل آینده به صورت مختص اینه که رئال لیگو میزنه، امباپه 30 تا گل میزنه حداقل به نظر خودم. حالا اونطوری قیافت لیگ 30 تا نکنه. بله بله. لیگ چیز خاصی نداره. کجا یه جور قیافت اونطوری احساس کردم مثلا 15 تا بازی گفتم یارو 30 تا میزنه، 38 تا یه 30 تا دیگه چیزی نیست. به نظرم 30 تا گل میزنه و نسبت به تیماپی که بقیه تیم‌ها کردن، رئال مادرید قطعاً تا نیمه نهایی یو سی ال میره قطعاً. حالا اینکه تو نیمه نهایی چه اتفاقی و فینال بیفته رو نمیدونم، ولی تا نیمه نهایی به نظر من میره. رئال فصل بعد که قطعاً یه دونه جام میزنه که اون جام به نظر من قطعاً لیگه نسبت به اسکوادی که داره. سی ال هم میگم اتفاق خاصی اگر نیفته به نظر من اتفاقات فصل بعد دوباره تکرار میشه، چون قهرمانی که رئال مثلا فصل پیش آورد مثل قهرمانی 2022 نبود بگی یه اسکواد با بازیکنای بی تجربه بودن. قهرمانی که فصل پیش رئال مادرید آورد این بود که اکثرا تیم برنده بودش. آره جلو بایرن رفت بازی خوبی انجام داد، برگشتم داشت حمله میکردش، گل خورد، درسته کامبک میزنه تو 2-3 دقیقه کارو جمع میکنه، ولی در نهایت به نظر من خیلی تیم برتری بود نسبت به تیم‌های حریفش. ولی میگم مخصوصا جلو منسیتی 1-4 درسته. بله داش حالا شما برسید به اون مراحل صحبت می‌کنیم با هم دیگه. نظر رسیدی تا 8 تا رسیدی اتفاقا اونجا هست شدی. ای بابا نه بعد نظر چی میگید کی حضرتون کرد؟ ببخشید چطوری نه چطوری میگی جلو سیتی آخه شما برتر؟ آقا باشه پارسا باشه یه سوال فقط یه آره نه من دیگه تا آخر ویدیو حرف یه تا آخر ویدیو من حرف نمیزنم وایسا. شما جلوی سیتی آره نه فقط بگو، شما جلوی سیتی تیم برتر زمین بودین؟ خیر. خدا پدرتو بیامرز. پس چرا همچین حرفی میزنی خودت؟ من جمله بندی که داشتم این بود که سال 2022 ما سیلی که بردیم جلو هیچ تیمی برتری نداشتیم، ولی سیلی که فصل پیش بردیم جلو اکثر تیم‌ها برتری داشتیم. نگفتم همه تیم‌ها. و چیزی هم که وجود داره اینه که داشت فصل پیش سیل ما به هیچ تیمی باخت ندادیم. آره هر چقدر تو بگی برتری نداشتیم ما باخت ندادیم، ولی میگم فصل بعد رئال لیگو میزنه، امباپه پیچیچیو میگیره دیگه، سی ال هم ان شاءالله تا نیمه نهایی میریم دیگه خدا بخواد. من اینو بگم آخه ببین گفتی 30 تا درسته؟ بله خب
ببین همین قربونت برم، برای همین میگم خب الان این حرفا، یعنی با این حرفی که زدی نگفتی امباپه در حد مسی رونالدو، ولی تلویحا همین معنی رو میده، چون سالهای آخر مسی رونالدو رونالدو حداقل 40 تا میزنه سالیا. آفرین، میگم یکی مسی رونالدو پرایم، بله مسی رونالدو یا ابوالفضل داره، وگرنه مسی رونالدو همین سالهای آخر هم 35 تا میزدن، همین 16 17 بعد هیچ کدوم بالا 35 تا نزدن، اینو که قبول داری. این دیگه استات. یا مثلا کریم بنزما یادم 21 2 تا با چند تا آقای گل شد کریم بنزما؟ 21 2 تا نه 28 25 باز 30 تا، باز 30 تا هم نبوده دیگه. یعنی اینجوری دارم میگم، یعنی مثلا به نظرم با وزارت 30 تا هم نمیزنه حتی به نظرم، یعنی به نظرم من 30 تا بزنه سلام میکنم به دیوار، یعنی اگه با 30 تا بزنه خیلی برام عجیب غریب میشه. البته من الان کسی هم که تو ویدیو قبل پیش بینی کرده راشفورد 15 تا گل میزنه، میدونم نباید من همش حرفی بزنم، چون راستش بگم همین الان خیلی هم به اون 15 تا گل اطمینان ندارم شباب جان. یعنی حالا دیگه ما شرطی که بستیم ولی خیلی بهش اطمینان ندارم. یعنی تا آخر نمیمونی پس؟ نه تا آخر میمونم، نه دیگه نه بستم ولی اعتماد بهش ندارم. سر آقای پاس گلی برونو باید ببندم، خوبه؟ آره آقای پاس گل جزیره برونو بس واسا راشو که 15 تا میزنه، اینم که آقای پاس گل میشه. بردیم دیگه. مبارک سگانه کردیم. مبارک. به گل راشفورد برونو میده دیگه، اینطوری راحت میشه. حالا بزنیم کنار. تایشو بخوام بگم اینه که به نظر خودم فصل بعد رئال من به نظرم فصل بعد رئال جام نمیگیره، ولی به نظرم تو همش نزدیک قرار باشه. یعنی به نظرم CL رو در نیمه نهایی میبازه، به نظرم کوپا رو تو فینال میبازه، به نظرم لیگم سوم میشه. یه چیزی پیش بینیت کاملا قابل احترام، ولی ذره با تحلیلای تو ویدیوت مغایرت نداشت. آفرین تحلیلای تو نه گوش بده، تحلیلای تو ویدیوم چی بود؟ خوشا جمله رو بفرمایید. جوری که تو داشتی تحلیل می‌کردی و میگفتی به قول خودت تلویحاً داشتی میگفتی رئال حداقل سال بعد یه جامو میزنه. چیزی که داشتی یعنی خلاصه تحلیلت این بود که آره، یعنی منم داشتی اون گوت می‌کردی داشتی چیز. ببین رئال به نظرم جامی که بزنه لیگه، یعنی اگه بخواد یه جامو بزنه به نظرم لیگو میزنه. خب تبریک به رئال، سگانه گرفتیم بالاخره. نه ببین CL که به نظرم یعنی اصلا این ببین گفت جام نمیبره، من الان 7 تا جام دارم تصور می‌کنم اولین 7 گانه تاریخ رو قراره بزنه. بچا اینو بگم، اینا که دارن این شما نمیدونید من هر پیش بینی میکنم اکثرا برعکسش در میاد و به خاطر همینه دارن این کارو میکنن. از سخبر یعنی چی آقا ما داریم اینجا زحمت میکشیم، خب چیکار کنم؟ به نظر من که آره، به نظرم البته لیگو سوم مطمئن نیستم، دوم. یعنی به نظرم تو همه جاما تا تعاش میاد دو رئال فکر کنم میفته. نه خودت همین پیش بینیو کردی که تو این پیش بینی توئه. من گفتم قطعا لالیگا و CL با هم نمیگیره. این 1 2 من اصلا پیش بینی مخالفتی ندارم، تو بگو رئال میفته، من احترام میذارم، میگم نظری که دادی مغایرت داره. آقا خب کدومش؟ من بگی کدومش؟ امباپه نمیدونم میره 5 تای گل میشه، نه امباپه این کارو میکنه، امباپه اون کارو میکنه. گفتم رئال یه فصلی باید با امباپه سگانه بزنه، این فصل که نه. این فصل امباپه سگانه نمیزنه برای اینو اینم لفتم نباید رئالیا. آره خلاصه برنامه همینه به نظرم. علی جان برو که اختتامیه رو بزنیم. خب اول از همه که یعنی به اعتقاد شما رئال با تقویت اسکوادش تو جام بردن تضعیف میشه. منطقی. خب علاوه این 7 جام 4 تاش که تقریبا چیه، یعنی فرعیه، یعنی اینترکانتیننتال و جام باشگاه‌ها و سوپرکاپ‌ها. به نظرم 3 تاش از 4 تا میزنیم. توی 3 تا جام اصلی هم به نظرم قطعا یکیشو میبریم. حالا ببینیم که کوپا یا CL لیگ نمیدونم، ولی قطعا یکیشو میزنیم، شاید هم 2 تاش. من به نظرم لیگه، ولی حالا ببینیم که چی میشه. این 5 تا جامو زدید میشه 4 تا. حالا جام باشگاه سخته. نه آها فکر کنم 4 تا رو 4 تا جام 4 میشن یک هسته. نه اوکی، البته اینم بگم من اون 4 تا جامو کلا حساب نکردم، چون جامای تک بازی رو ممکنه ببرید، اصلا ممکنه همشون هم ببرید، ولی من جامایی که براش خب
تک بازی نیست. حالا تک بازی نیست. جام باشگاه جهان اون هم همه 3 بازی. تا باز جام باشگاه یه جهان دونش فقط 32 تا تک تیم بازیه. داره. جام باشگاه جهان 32 تا تیم داره. اصلا معلومه ببری یا که ببازی. چی چون آقا؟ تیمای خوبی نه توشن. بابا. ان شاء الله 2029 شما هم ترجمه میکنین حضور رو. اوکی اشکال نداره. آقا به ما چی هست؟ نمیفهمم. نه آقا آخه یه جوری میگی نه بابا انگار مثلا جام میگم محله و جام رمضانه. گفتم نه بابا، یعنی منظورم اینه که نه بابا میتونید ببرید. من که توهینی بهتون نکردم، به نفعتون دارم حرف میزنم. من نمیفهمم. یعنی پس این جامی که توش که 12 تا تیم مثلا اروپایی هست رو میتونیم ببریم، بس CL رو ناکام میمونیم که فصل پیش بریم. عزیزم خب خیلی آقا، اصلا یه تیم ممکنه لیگو ببره تو CL ببازه، CL رو ببره تو لیگ ببازه، ربطی نداره. این اتفاق ممکنه بیفته. ممکنه اونو ببرید اونو نبرید. یه جوری نه میگه تو طول تاریخ شما اتفاق که میگی کلا نیفتاده. هیچ جامی نمیبریم، ما سوم هم تازه میشیم تو لیگ. آره بین سوم و دوم. آره خب دیگه الان من چی بگم به این حرف؟ عزیزم من گفتم بین اون 3 جام، گفتم بین کوپا و لالیگا و CL اون یکی جام ها رو ممکنه ببرید، ولی من اینا رو تحلیل کردم. همین. وگرنه بله میتونید اون 32 تا تیم تحلیل رو دیگه با ببرید. من آخر اصلا فصل هم ایراد. میرسیم دیگه. آقا باش ان شاء الله که مثلا کل جام‌های دنیا رو برید. چون البته اینم بگم با وجود بهترین دفاع چپ دنیا، بهترین هافک دفاعی بله دنیا، بهترین هافک خب وسطای دنیا، الان 2 تا از بله بهترین وینگرهای دنیا با درسته. بهترین گلر دنیا که دیگه باید ببرید دیگه. اینم هست بله دیگه. نه با این ترکیبی که گفتی قطعا تو لالیگا سوم میشیم. نه درست. نه خب من نگفتم مندی بهترین دفاع چپ دنیاست. اینو هیچ وقت نگفتم مندی بهترین. هیچ نه وقت نگفتم دیگه الان چوامنی دیگه بهترین هافک دفاعی نه دنیاست. این اسکواد که اصلا به نظرم زیاده، اصلا سهمیه هم میخوای تو CL نگیریم، سوم میشیم. آره آخرین بار کهکشانی‌ها رو بستید سوم شدید. کهکشانی‌ها. کدوم آخرین بار کهکشانی ها؟ کیروش. آخرین بار اون کهکشانی 1 خوبه. کهکشانی 1 فقط الان باشه تو بندی من غلطه. کهکشانی های 1 یک رو میاری واسه این تیم دیگه. کهکشانی های باشه 3. آقا 7 ماه دیگه 8 ماه دیگه همه این جاما رو درو کردید دیگه. میبینیم هم دیگه. امباپه 2 تا CL بزنه تو 5 سال آینده، به خاطر اینکه رئال تو 10 سال اخیر CL زده خوبه، ولی الان نه، رئال اصلا جام نمیبره با امباپه. عجب ما که تهش گفتیم منظورمون در مورد گوچ بودن امباپه است، نه در مورد شما عمل کرده وکیل رئال. مدافع شیطان نشو، حرف خودتو بزن، هیچ مشکلی نیستش. من حرف خودم رو دارم میزنم آقا. به نظر نه خودم والا آقا کل بحثی داشتی میگفتی مردم اینو میگن مردم اونو میگن، یک کلمه حرف خودت نزدی، الان داری حرف نظر خودتو میگی. خب اینی که گفتم حرف خودم بود که شما الان با ما حمله کردی. حرف خودم بود. خب منم کلا میگم کلا حرف خودتو بزن، من مردم ولش کن، اون مردمی که میگی ما هیچ کدوم ندیدیم. حرف خودم رو زدم آقا. حرف خودم رو زدم. به نظرم فصل جام نمیگیرید. خب میگیرید برید بگید. باشه دیگه آخر فصلم به حرف شما میرسیم. اوکی ان شاء الله جام بگیرید خوشحالی هم بکنید. ان بچه‌ها دمتون گرم. مرسی از اینکه ویدیومو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و حتما زنگوله هم بزنید که بعد از اینکه ویدیومو گذاشتم اولین نفری باشید که میبینید. فعلا. خب بچه ها ویدیو امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که لذت کامل رو برده باشید. لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله هم بزنید که حتما وقتی ویدیو گذاشتم اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینه. فعلا.